ماموران میلیسا در شهر کولاب به در دکان نسیم عثمانوف که سرمشتری بود مهر زده آن را برای زمانی نامعین بستند. به قول صاحب کار دلیل مقامات انتظامی این بوده است که صفت خوراک‌های برگر هاوز او پست است و گویا یک مشتری هم در این باره شکایت کرده است. نسیم عثمانوف میگوید پیش از آن که به دکانش مهر زده شود ناظران ساحه بهداشت محلی کاری او را سنجیدند اما مشکلی نیافتند. گالانکای منطقه اومدن начальник شمکتنی گالانکای منطقه کلکای کامران سبب محکم کردنشون شکایت یک شهروند که گویا ایما یک برگر گرفته برده در خونهش از درون این برگر کیر میفته با برگر کارخانه ما اومده تشخیص گرفتند. همراهشان یک کارمند سس رو گرفته اونا تشخیص گرفتند. از کوفت ما یگان خیلی کیری ما خیلی چیز دریافت نکردند. نسیم عثمانوف بسته شدن دکانش را غیر قانونی از روی خصومت و برخلاف مراتاریا نسبت به تاجران دانست. و این میگوید مشکلی به این مانند سال گذشته نیز پیش آمده تنها با دخالت سردار ریاست اموری داخلی ختلان حل شده بود. حالا صاحب کار برای تحقیق منصفانه به دادستانی شکایت کرده است. وقتی که من بر نزد اونها رفتم دیدم که مثلا ما رو گوش نمیکنن کار اختشام میکنن کارخانه ما رو نمیکشن من مجبور شدم به پروکراتور شهر کولاب رفتم هم پروکراتور منطقه و هم شهری را عریضه کردم سپردم. کامران شریفزاده سردار شعبه تفتیشاتی پلیس در منطقه کولاب به زنگ تلفنی ما پاسخ داد اما با شنیدن سوال گوشی را گذاشت. در مرکز بهداشتی شهر و منطقه کولاب روز 9 ایول بر رادیوی آزادی گفتند با صاحب کار یگان مشکل ندارند و سنجش نشان داد که همه چیز طبق قاعده بهداشتی است. مقامات سالهای اخیر در چند آشخانه و طربخانه در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان غذای به صفت و یا مهلتشان گذشته را آشکار کرده در بعضی آنها را بستند. از جمله سال 2021 پرونده یک دکان مرغ‌پزی در شهر خوجند تا به دادگاه رفت. در یک مطلب در ماه دکبر سال 2025 که دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان نشر کرد، مؤلف محصولات و خدمترسانی بعضی از مؤسسه‌های خوراکی عامه از قبیل آشخانه‌های سریراهی، آشخانه‌ها و طربخانه‌ها را پس صفت تصویر نموده است. صاحب کار نسیم عثمانوف میگوید سری چند وقت دکان غذای تیز تیارش را از سنجش میگذراند چون نمیخواهد کار و هم مشتریانش را از دست دهد. این ما در گفتگو کارخانه‌مان یگان محصولات پس صفت استفاده نمیبریم. فقط میخواهم که از مقام‌های بالا مقام خواهش میکنم که کارخانه ما را یا که چاره خیلی گفتگو آدمایی که ما را به این حال آوردن بینم کارخانه ما را که شایان ما کار کنیم. در حالی که بحث او با ماموران میلیسای کولاب ادامه دارد، نسیم عثمانوف میگوید تنها در 4 روزی بسته بودن دکانش هزارها سامانی زیان دید. چیزی که او نه پشتیبانی از صاحب کارانی خورد بلکه پیش پا زدن آنها می نامد.